همه دوستان الان در محوطه نقش رجب هستیم. توضیح نقش برجسته دهیمستانی رو دادیم. در کنار نقش برجسته دهیمستانی اردشیر پاپکان یک کادر دیگه وجود داره که کاملا مشخصه، در زمانی متأخرتر از نقش برجسته اردشیر اضافه شده و قسمت پایینیش در واقع کامل نشده. کامل مشخصه که این کادر اضافه شده. نقش برجسته حاوی تصویر یک بانوی سلطنتی با یک شاهزاده ساسانیه. چرا ما میگیم شاهزاده ساسانی؟ چون یک کلاه بیلبه بر روی سرش هست که منتهی شده به یک قسمت قدامیش منتهی شده به سر یک حیوان وحشی که این کلاه‌ها متعلق به شاهزادگان طراز اول دربار ساسانیان هستند. با همسنجی بین این بانو و شهبانوی بهرام دوم بر روی نقش برجسته‌های دیگه و سکه‌های بهرام دوم ما میتونیم تعیین هویت قطعی از این نقش برجسته در واقع عنوان بکنیم و این بانو رو در واقع شاپور دختک، بانوی بهرام دوم، شهبانوی بهرام دوم و شخصیت پشت سر و بهرام سوم ولیعهد بهرام دوم معرفی کنیم.